مواظب. حالت خوبه؟ باش خوبی؟ فرودگاه داشتم برمیگشتم خوابم میومد. پمپ گاز هستش، گاز میزنن. اینو پارک میکنم میگیرم میخوابم. ماشین افتاد تو چاله از خواب بیدار شدم دیدم همینه دارم خواب میبینم. میخوای من بشینم؟ داداش راحت میتونستیم ماشین این بنده خدا رو ببریم. اینجوری رانندگی نکن، خطرناکه. اینجا میبینی اینا چیه؟ این مخفیه. حاجی دهنتون درود دوستان، میخوام نقش یه مسافرکشی که خوابش میاد و خسته است ولی مسافرکشی میکنه رو میخوام بازی کنم. مستقیم داداش. آقا بفرما جلو. آقا سلام. سلام. ببخشید نمیذاری این پایین. باش مستقیم میری؟ آره. آقا مسیرتون به درختی هم میخوره؟ آره مستقیم میرم هم سمت درختی میرم. خوبی داداش؟ داداش بودنه که خوبم. درست نخوابیدم. خورده بدهکاری داشتم کلا کار کردم الان. ساعت چنده الان داداش؟ ساعت فکر کنم 4:05. آره چند؟ 5 دقیقه. من تا نداره؟ ساعتم خوابیده. واسه زمانایی که خوابت میاد رانندگی نکن داداش، خطرناکه. نه دارم میرم سمت خونه، گفتم شما هم سوار کنم. اگه نمیزدم همینجا بغل میخوابیدم داداش. دمت گرم. من که خیلی وقت بود وایساده بودم. خودمونو الکی گرفتار کردیم. ماشین گرفتم، قصه گرفتم. الان بیمه‌ش اومده. اون بیمه چیه؟ عافیت باشه. ولی تأثیری تو رانندگیم نره خوابم داشت. الان هم خوابم میاد بازم مثل همون موقع. امیدوارم. ای خدا. باش مواظب. حالت خوبه؟ اوف. یزید داری چرت میزنی یا؟ داداش آفتاب میخوره به بیشتر خوابم میگیره. چرا؟ آدم گرمش میشه دیگه احتمالاً. انرژی خورشید، چون که خورشید پشتش به طرف ماست انرژیش میگیره آدم خوابش میاد. یه بار خوابم میومد اتوبان بودم، پیش خودم گفتم داشت میذارم این بغل میخوابم جلوتر. ماشین افتاد تو دست انداز بیدار شدم دیدم همونه دارم خواب میبینم که فلانجا میخوام بزنم بغل بخوابم. زیدت انقدر خمیازه کشیدید خمیازه همون گرفت. میدونستی که مصریه متوجه چه شد؟ در کشتیه. آقا اگه حال بده بزن بغل من رانندگی بلدم. تا این مقصدی میتونم برسونم شما رو. من که داشت خودتونو برسونم اونجا من بخوابم یا نه شما پیاده شید خودتون برسد چی؟ آقا حالت واقعا بده انگار. باش خوبی؟ خیلی خوابت میاد. پرید خوابت؟ ببخشید آقا گفتم خوابت بپره خطرناکه داداش. موقع رانندگی حرکت‌های می‌کنید ناموسن. چه حرکتیه داداش؟ دستمال کاغذی برده خوش کن. بد کاری کردم؟ نه والا این خواب بکنید بنده خدا. خوب کاری کردی ولی خطرناکه دورت بگردم. بگو داداش میخوای آب بپاچی سر کله من. نه گفتم یهویی بشه که شوک شی بپره. الان خوابت پرید؟ مگه سکسکه میکنم که یهویی مثلا منو بترسونی سکسکم بند بیاد؟ خوابه داداش اون خواب فرق میکنه. خواب از هر چیز خطرناک‌تره دیگه. فکر کنم یه درم بازه این چون دام صفحه روشن. اون داره این به ببخشید داداش دمت گرم. خواهش. آره بعد اینو داشتم میگفتم داره گفتم یا نگفتم خب نمیدونم. اینو داشتم میگفتم داشتم از یه جا میومدم فرودگاه داشتم برمیگشتم بعد خوابم میومد خیلی خسته بودم مثل همین الانم بودم. خوابم میومد گفتم خب میزنم اونجا پمپ گاز هستش گاز میزنن میرن اونجا گاز میزنن. گفتم اونجا جا داره دیگه ماشین پارک میکنم میگیرم میخوابم. اینی که داشتم همینجوری میگفتم بزنم بغل یه دفعه ماشین افتاد تو چاله از خواب بیدار شدم دیدم همینه دارم خواب میبینم دادا. مسیر مستقیم آره. اصلا میگن دور از جون خواب و مرگ دیگه. آره دیگه خوب خطرناکه. داداش چرت نزن. آقا تو نگاه کن. اگه حالت بده بزن بغل بقیه مسیر رانندگی کنی. باش گناه داره. میخوای من بشینم؟ داداش قربونشم.
داداش شما پیاده شید من همینجا بخوابم ببخشید میخوای من بشینم؟ خب میترسم داشت کرایه نمیخوای؟ پیاده شیم؟ خودتون بهتر بلدی رانندگی کنی. داش میخوای من بشینم؟ بلدی شما؟ بله شما بشین. اگه بلدی میخوای شما بشین؟ نه شما بشین. حالا تا اونجا بریم این سالم برسونتمون. داداش باشو بیا بشینیم داداش یه خورده این مرتر بشین اقلا اینم دراز کنم بخوابم. من اینجوری خوابم نمیبره که. ببخشید داداش. خواهش کنم. من خیلی وقت رانندگی نکردم. داداش تو میای بشینی ببینیم تو چجوری رانندگی میکنی. نه وایس. آقا بزن بغل من اینجا میخوابم اینجوری راحت‌ترم. معلومه بلد نیستی داداش. غلط داره داشت نیم کلاج. اونجوری کلاج ول نکن داداش. گیر باکس خراب میکنی. هولم نکن. آن درختی می‌خواستی. کرایه هم نمیخواد بده. مسیرمون بره. داداش کرایه نمیخواد بده. دمت گرم همینجا بزن بغل این بهتونم معلومه بلد نی. من بلدم بابا. همینجوری گرفتار هستیم ماشینم به یه جا بزنه گرفتارتر میشیم داشت. آقا بزن کنار پیاده میشم آقا بزن کنار. داداش بزن کنار پیاده. کرایه بهش بدیم نزدیک. باشه کرایه‌ش میدم بزن بغل داداش. بده کرایه‌شو من بزنم بغل. باشه من باش آنلاین پرداخت کنم. بعد انتقال میدم. بپیچونی. انتقال میدم واسه آقا این حرفا چیه؟ دنیا رو آب ببره اینو خواب میبره. داداشون کنن خوابش رو من کنن رانندگی. ماشین هم به یه ورشه این ماشینش الان راحت میتونیم ببریم ها. خودشو بندازیم. نه داداش این حرفا چی ماشینشو ببریم؟ ماشین من من نمیگم ببریم که داداش من دزد نیستم که میگم راحت میتونیم ببریم اگه دزد بودیم. مثلا من و شما هم دست بودیم راحت میتونستیم ماشین این بنده خدا رو ببریم. نه داداش این حرفا چیه؟ راش راستشو بگو چیزی زدی؟ داداش اینو خرابش کردم ببخشید. چیزی زدی؟ چیزی زدی؟ چی باید بزنم؟ چه میدونم تلخکی آبکی داداش من چه میدونم بابا من پولش ندارم داشت پول داشتم میومدم مسافر کشی میگردم مگه داداش بخواب نه خوشم نمیاد داشت از این چیزا داداش اینو گفتم راه افتادم مسیر مستقیم راحت میرم ولی خب پیچ میچ و اینا رو خیلی وقت چون ننشستم یه ذره استرس میگیرم داداش اینو گفتم بهت یه بار داشتیم از فرودگاه می اومدیم بعد تو جاده خوابم گرفت تو با آره گفتی اینو گفتم آره کلا تو راه خواب بودی و اینا نه تو دست انداز بیدار شدی نه دیگه داداش نه داداش داشتم میرفتم بعد پیش خودم خوابم می اومد تو ماشین پیش خودم گفتم خب اینجا جا پارک داره میزنم بغل میخوابم اونجا بس گاز میزنن گفتم اونجا میزنم بغل میخوابم یه دفعه ماشین افتاد تو چاله خواب بیدار شدم ای بابا دیدم همینو دارم خواب میبینم داداش نکن بزن بغل بابا بزن بغل بابا هم کرد بابا چیزی نشد که بابا اون بد جا وایساده بود کجاش بد جا وایساده شما داشتین میرفتین سمتون الان این آقای مثلا نکن داداش رعایت کن داداش تو میای بشینی ببینم تو چه جوری رانندگی می‌کنی داداش بزن بغل این رفیقم بشینم ببینم امشب بپا داداش بزن بغل بابا خودت گفتی بشین خب بلد نیستی داداش بلد نیستی چرا میشینی پشت خوابت میومد داشتی ما رو میکشتی آقا من خوابم میاد این رفیقمون که تو بلد نیستی داداش دقیقه بشین ببینم تو بلدی کجا می‌خوایم بریم من برسونم شما رو داداش ما چه ربط داره تو من اینو بریم سمت درختی ام خب بیا بریم دیگه بریم کجا بریم سمت درختی دیگه بشین پشت فرمون دیگه داداش باشه دیگه آقا بیا این بر داداش بشین دقیقه بشین پشت فرمون ببینم این چیزی رانندگی میکنه بابا گرفتاری شدیم داداش ببخش داداش بلد نی من بلدم داداش خب خیلی وقت ننشستم ببینم این رفیقم بلده بابا این داشمون بلده معلومه داداش دیدی داره بد رانندگی میکنه منو بیدار کن پیاده شید با ماشین دیگه بریم من بخوابم باشه حالا داداش شما بخواب راحت باش نه اینجوری رانندگی نکن خطرناکه مسافر به جهنم میزنیم به یکی با من یا با این داداشمون رانندگی میکنه مسافر کشی میکنه راست میگم منو میگی نه بابا این داداشمون نه من بخواد داداش میگم بی پولم اگه پول دارید به من یه مقدار پول بدید من مسافر کشی نه یعنی تا شب بعد همینجوری مسافر کشی کنم با همین حال نهایت میزنم بغل مثل شما میشینه میره دیگه باشه چیز تعریف کنم حال کنید بخواب داداش بخواب داداش بخواب تعریف نکنم یه چیزی حال کنید نه بخواب داداش بخواب کلاتم یه ذره بذار پایین‌تر نور نزنه چشات اذیت شه
داداش یه سری من فرودگاه کار میکردم، من فرودگاه داشتم میومدم خوابم. سومین بارت میخوای تعریف کنی. بخواه استرات کن بخواه. فهمیدیم ما فهمیدیم. خیلی آره. خورناس هم میکشه. من موندم چجوری خواهد مسافر کشی کنه با اینکه خوابش میاد. خدای جوان مملکت ما رو همه یه پخ شدن، ما همون آقای بودیم که هستیم ها. هر از گاهی هم بیدار میشه یه پیام بازرگانی میده دوباره میخوابه. اگه میبینی داشت مسافر هم هست بزن ها. نمازش مسافر شد. اینا مسافرن ولی دیگه داداش اینجا وای میسی، من دارم بالا میارم، یه دقیقه وای میسی اینجا. همین قبل اینا وایسادم، نره جلو. ببخشید. کجا میری؟ داداش اینا رو میبینی اینجا، یکی اینجا میبینی اینا چیه؟ چی هست اینا؟ ها؟ داداش اسکالمون کردی؟ دوربین گذاشتن تو ماشین نه؟ نور مخفیه. حاجی دهنتون دمت گرم. چرا تو پسر خوبی هستی؟ من ناکردم آقا این کارا چیه خدا وکیله. نه ولی رانندگیش هم خوبه. رانندگیش خوب بود. آره من ناکردم اصلا